هذا النور شفاء صدور. با نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، نشانه های قیامت به دو قسم تقسیم می شوند. قسم اول نشانه های صغرا یعنی خرد و آن دو نوع است. نوع اول نشانه های دور و آن با وقوع پیوسته گذشت که وی نشانه های صغرا بود. برای دوری وقوعش از قیامت مانند بعثت نبی صلی الله علیه و سلم و دو پاره شدن ماهتاب و خروج آتش بزرگ در مدینه به وقوع پیوست. نوع دوم نشانه های متوسط یعنی میانه است که به وقوع پیوسته است و دوام دارد، بلکه روز به روز زیاد شده ایستاده است. و یکی از همان نشانه ها تولد کردن غلامزن سیدش را و بینوهای بلند آشیانه ساختن، پای لوچ، عریانی، چوپان و خروج 30 دجال که دعوای پیامبری میکنند. قسم دوم نشانه های کبرا یعنی کلان و آنها نشانه هایی هستند که از قفایشان قیامت برپا می شود اگر ظاهر شوند و شماره آنها 10 تا است و تا حال یگان تای آنها به وقوع نپیوسته است. گفت حذیفه: برآمد نبی صلی الله علیه و سلم به سوی ما در حالی که ما در ذکر قیامت مشغول بودیم. پس نبی صلی الله علیه و سلم گفت: چه چیزی را به یاد آورده ایستاده اید؟ گفتند: قیامت را به یاد آورده ایستاده ایم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: هر آینه هرگز قیامت برپا نمی شود حتی که می بینید پیش از وقوعش 10 علامت را و ذکر کرد آنها را. یکم دجال، دوم نزول عیسی علیه السلام پسر مریم علیه السلام، سوم خروج یعجوج و معجوج، چهارم دابة الارض یعنی حیوان، پنجم دخان یعنی دود، ششم برآمدن آفتاب از مغرب، هفتم خسف یعنی فروروی در مشرق، هشتم خسف یعنی فروروی در مغرب، نهم خسف یعنی فروروی در جزیره عرب، دهم برآمدن آتش از یمن و راندن مردم را بر محشرگاه. این بود 10 نشانه کلان قیامت که بعد این قیامت برپا می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.